خواهد بود. برادر عزیزمون آقای سهراب ظفر، فعال سیاسی تاجیک، شما پشت خط تشریف دارید؟ بله، سلام علیکم برادران. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد سهراب بزرگوار، شما به عنوان فعال سیاسی تاجیک، این منبر در خدمت شما هست. ما سراپا گوش هستیم، دلگفته های شما رو میشنویم و انشالله بعد از تماس ایشون ما عزیزانی رو از بینندگان شبکه خواهیم داشت که انشالله در مورد این موضوعات صحبت خواهند کرد. بفرمایید حضرت استاد، ما سراپا گوش هستیم. سلامت باشید. اولا میخوام این مداری خود را بیان کنم به شما و به مسئولین شبکه. سلامت باشید. این روزا ما میتوانیم سخنان خود را به مردم وطنمان تاجیکستان و خارج از آن برسانیم، در حالتی که اکثر روزنامه‌نگاران ما متاسفانه در داخل وطن خاموشی را اختیار کردند و مردم ما محدودند از خبرهایی که به منفیت امروز و فردای ما مردم تاجیکستان است. بازم تشکر برادر. سلامت باشید. تشکر شما. سلام علیکم هموطنان و تماشابینان شبکه ویسال حق. باعث افتخار است که امروز مردم ما از خواب غفلت بیدار شدند، در داخل و در هر گوشه دنیا صدا بلند کردند، چهره رژیم خودکامه امروزه تاجیکستان را روشن کردند و از حق خود دفاع دارند. این هم از زحمت افرادان روشنفکر، روحانیان خداترس، دعای پدران و مادران مظلوم، اشک چشمان طفلان یتیم، زحمت برادران و خواهران وطن دوست، زحمت شهیدان این راه، عمر علی قوتوف، امام نظرов، سبزعلی محمدرضایف و باز صدها نفره از دست این رژیم کشته شده و محبوسان سیاسی به مثل مقصود ابراهیموف، زید سعیدوف، شهرت قدرتوف، برادران ما ابراهیم راسیف، سلیمان جاویروف، مهربان ستایوف و دهها دیگران از زحمت و دهها دیگرانی که در این راه زندانی شدند و زحمت جوانان مبارزه که در این راه همه هستی خودشان کنار گذاشتند، جسورانه مبارزه دارند علیه این رژیم. همان جوانایی که نعره آنها این حکمران امروزه را در خواب و بیداریشان میشنوند، همون جوانایی که امروز جسم و جان کرسی این ظالم رحمان تا بلرزه درآوردند. این جوانا اجنبی نیستند، اینا همش فرزندان وطن ما تاجیکستانی هستند. اینا از منطقه کولاب یا رشت یا سوگدو بادخشان، اینا از همه مناطق کشور متحد شدند. این مبارزه یک روز و یک دو نفر نیست، مبارزه مردمی است. این همون راه است که رژیم امروزه همه وقت از او هراس داشت و تمام قوای مکر حیله خود را صرف میکرد تا صد راه مردم شود. در هر منطقه که مردم خود قیام کنه علیه رژیم، رحمانش در حال برای یک عملیات علیه کوکنار یا قاچاق و غیره برنامه‌ریزی کرده، برای روان میکرد افسر و عسکری خود 3,000 مردم اون منطقه را سرکوب تیرباران میکردند و شخصیت‌های معروف و وطن‌دوستان اون منطقه را میکشیدند کنج زندان یا به قتل میرساندند. مثال حادثه‌های کولاب، رشت و بادخشان. ایولی 2012 در ماه شریف رمضان در خاروخ 21 نفر مردم عادی کشته شده از جانب رژیم امین ظالم. مقصد نابود ساختن لیدرها و زیر تاثیر آوردن مردم زیر عملیات امین کوکنار 2012 بود. بعد از این عملیاتی که گذشته بود، جمهوری تاجیکستان شیرخان سلیم‌زاده چی گفت؟ گفت ما قانون ویرا نکردیم، عملهای ما از روی قانون بود. پس به قتل رساندن زن و طفلان برای شما قانونی است؟ بله درست است، در قانون شما درست است. در ماه شریف رمضان مردم عادی را بمباران کردن برای شما قانونی است. سرزمین محمدرضایف رسما یکی از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، لیکن در تظاهرات بدخشان فقط به خاطر سخنهای حقش از طرف امنیت بعد از برآمدش دستگیرش کردن، بلند کوب کردن و بدون سود افراد به قتل رساندن. 30 تیر از автомат کلاشنیکوف خالی کردن در جسم جوانمرد 30 ساله در ماه شریف رمضان، شخص روزه‌دار. خطای ما مردم برای بود که ما خاموشی را اختیار کردیم. وقتی خطر و درگذر بالای مردم منطقه دیگر کشور نه، ما خاموش بدیم. در حادثه‌های کولاب ما خاموشی را اختیار کردیم، در سوگ ما خاموشی را اختیار کردیم، در رشت هم خاموشی.
حتی نفرانی پیدا شدن که خیانت کردن به مردم خود. انشاءالله در این دوره آینده ما گرد میزنیم نسبت مکر حیله و فاعولی در حادثه رشت. سخنها زیاد هست. الله را شکر که امروز مردم متحد شدن و از مکر حیله این حکومت با خبر شد. این رژیم ظالم برای دیگر من نتواند کرسی چند محافظه کنه و یگانه راهی که باز چند سال دیگر حکمران باشد یک راه دارد که از روی برنامه‌های تهیه شدهشون باز جنگ دیگر تشکیل کنند در داخل وطن. رحمان همه نمود ظلم استفاده بود بر سر مردم، کشتار، لط کوه، کشیدن ملک مردم، در زندانها عذاب شکنجه، فروختن پارچه‌های زمین وطن ما. خلاص همه نمود ظلم به مردم راه بود. ما مردم خاموش بود، خاموش بود. بلاخره شکر رحمانو چنگال زهرالو به خنالو بخچه بدین ما بدین اسلام زد. سببش این است که چکاری گفتن جنگ میخواهد. بچنی عملش میخواهد که توجه مردم رقیبای سیاسی شد و از جمله گروه‌های علیه ایمان تروریستی و اکستریمیستی گرفتن بسته خود کنند تا دیگر کشورها در مکر خود رو ورده به کمک خود فدا کنند. این مکر حیله‌اش. این یگانه رویتی برای رحمان کرسی خود در حالت جنگی حفظ کنند، چون که همه وعده‌های در خلق دادش پوچ خالی بود و یگان وعده خود عملی نکرد. سبب عملی نکردنش این عیش عشرت، میخورایی، به مسئولیتی، خش تباردادی در فکر ملت وطن رفته و بیناموسی است. مایرانه این را بینید وقتی خودشون که از امریکا، اروپا و روسیه کمک بگیرن چی میگن؟ شریکان استراتژی نمیگن. اما وقتی که یک رقیب سیاسی آنها با این دولت سفر میکنه این شریکان استراتژی خودوان بیرونه حساب میشوند. وقتی خود رحمان به دولت عرب و ایران و افغانستان میروه اونا را به آغوش میگه ما برادریم، همخونیم، دین فرهنگ ما یک است، لیکن در داخل وطن اونها را بیگانه و اجنبی نمیگیره. مردم مسلمان و در مردم مسلمان امروز برای رژیم هیچ ارزش ندارد. روی راست ضد اسلام جنگه. امروز از طریق تلویزیون ما در تاجیکستان فقط سیاه و داغدار کردن مسلمان و اسلام است. به مثل مواردهایی که فحش فاسقی نشان داده یا زناکارا این نفرهایی هستند که ملا یا زنهای سترپوش هستند. خوب بگذار یگان تشخص داشته باشد. اما اگر شما اسلام دوست نبودید اینا آشکار نمیکردند. همون شخص را جزا میدادند بدون نمایش، لیکن نمایش شما جاهلی در روی راست دشمن اسلام بدن کند. اگر میخواهی سر روی زناکاری بگیری تو خود دست زناکاری سر روی فرزندان اقربای زناکار تا بگیر که مردم از دست اونا بدل آمدن که نه تاجیک از دوست میداری نه تاجیکستانی را یا نیرنگ باز هستی. وقتی که در دولت‌های دیگر یک حادثه ناخوش رو میده رحمان در حال ضعف‌ها روان میکنه، تعذیه بیان میکنه، من به خشم اومدم که محکوم میکنه. خوب قبول از هم چراغبر یک دولت بیاد تعذیه بیان کنید و در دوغم اونها شریک باشید. جان ادامه البته عزیز است، لیکن امروزها فرزندان مردم تاجیکستان در مهاجرت قربان میشود مگر به توسط تلویزیون مرگ یک مهاجر محکوم کردی؟ مگر بعضا دولت گفتی که از این عملی که شهروند مرا تحصیل کردی، زندانی کردی یا به قتل رساندی من خشمگینم گفتی؟ برای چی وقتی شهروند تاجیکستان به قتل رساندن میشد تو خشمگین نمیشد؟ 4-5 پیش باز یک تاجیک دیگر از پس شیطان جدا کردن، برای چی خشمگین نشدی؟ تو امروز در روسیه بودی، برای چی صدا برا نکردی؟ برای چی دفاع نکردی؟ مگر از پدر مادر اونها بار رفتی تعزیه بیان کردی؟ نه نکردی، چون که بیناموس و بشرف هستی، میخواستی از خودگانت خوجت داری، نه اینکه ما ساده مسلمان قربان بشه به خانه و در نمونن میگن. استاد سهراب ظفر برادر بزرگوار، اگر در انتخاب کلمات یک کمی دقت بکنید من خواهش میکنم از شما. بفرمایید. یا الله، شکل گفتن امروزها ساده مسلمان ها قربان میشن به خانه و در میمونن. امروز در هر کنج دنیا مردم مسلمان پدر مادر برادر خواهر مال ملک ناموس خواهران مادرانش از دست میدهند.
برای کشتن میشود تا 40-50 100 مسلمان. لیکن در خبرها در یک خط زد فقط در پایان همین تلویزیون نوشته میشود امروز در افغانستان، فلسطین یا عراق یا سوریه 40-50 نفر هلاک شد. تمام یک کس پروا ندارد. مرگ مسلمان عادی شده برای مردم. استاد سهراب بزرگوار، یک نکته ای که شاید سوال باشه برای خیلی از بینندگان ما، بعضی از حزب‌های سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و علمایی که در قبال این مسائل سکوت می‌کنند و بعضی از اینها شاید تاجیکستان را ترک کرده باشند و امروز در کشورهای دیگر مستقر شده باشند. رهبران بعضی از حزب‌هایی که مردم به خاطر اونها خون دادن، مردم به خاطر اونها جانهای شیرین خودشون رو فدا کردن، اینها رو به قدرت رساندن، اما اینها اومدن همه چیز رو باختن و امروز تاجیکستان رو به دست این انسان‌ها رها کردن و در کشورهای مختلف دارن زندگی میکنن. چرا اینها در کنار ملت قرار نمیگیرن؟ چرا از ملت دفاع نمیکنن؟ همین سوال شاید کسی از شما بپرسه. حالا مثلا رئیس جمهور تاجیکستان یا دولت مردان تاجیکستان اینها ظلم کردن، فلان کردن، این کردن، اون کردن، اما این شخصیت ها، این علما و این رهبران احزابی که بعضی از حزب‌های اسلامی بودن، چرا اینها ملت را رها کردن و از درد ملت سخن نمیگویند؟ خب تشکر برای سوال. اول برای راه نفرای بدن، ما اگر خطا نظر کنیم نفرای بدن که شروع کردن، در همین راه شروع کردن، بعد اون نفرها آمدن در این راه شروع کردن، نمیدن مطمئن بدن یا از فرق بود سکوت کردن، یا نفرای بدن که کنج زندان شدن، یا نفرای بدن که زیر خاک هم امروز، یا نفرای هستن که طرف میگن یا که مال دنیا اونا بردن. من هیچ خیلی نمیفهمم وقتی که یک مرد میبینه که ظلم ظالمی در سر فرزند چه خاموشی را میگیره. من فکر میکنم این دمونیستی است. یا شاید میخوان مردم هم متحد کنن، نتوانستن که متحد کنن. مقصد ما از روز اول که برآمده فقط مقصد ما متحد کردن است. الله را شکر که ما امروز متحدی مردم هم میبینیم و ما امیدواریم که مردم ما قیام میکنن. امروز ما دیدیم قیام میکنن. 6 ماه پیش این نبود، 6 ماه پیش این گفته نبود. مردم فقط برای یک کلاس موندن میترسیدن در افسانه ها. درست. استاد سهراب ظفر، در مورد فعالیت های سیاسی در تاجیکستان آیا محدودیت هایی وجود داره و چگونه برخورد میکنن با مخالفین سیاسی؟ اگر در این مورد صحبت بکنیم. یک مثال ادی میرم در سوال شما. زید سعید یک نفر بود که در پهلوی رئیس جمهور بود، انسان خوب بود، تعریف و تحقیق میکردن به او، همه وقت بالاگذار بود. امروز که میخواست یک چیز تشکیل کنه برای یک بهبودی آینده وطن، کنج زندان جا شد. من فکر میکنم همین جواب شما را خانه میگردیم. درست. تشکر از شما برادر بزرگوار استاد عزیز سهراب ظفر. اگر در پایان صحبت ها پیامی دارید برای ملت تاجیکستان در 2 دقیقه یا کمتر در خدمت شما هستم. ما از شما خواهش میکنم کم وقت دیگر بکنید برای ما. از شما خواهش میکنم. چون ما بینندگان زیادی پشت خط ها داریم و مهمانان دیگری هم هست، شما 3 دقیقه دیگه ما به شما وقت میدیم. بفرمایید برادر گرامی. خب در آخر گفتم در مسئله برادرایی که اینو گفتم پروا ندارن، پروا مردم مسلمان ندارن. و وقتی که ببینید وقتی در دولت آمریکا یا اروپا یا روسیه 2 نفر کشته میشه، این خبرها مستقیم تکرار شب و روز نمایش داده میشود. درست. لیکن ما دشمنی نه با روسیه داریم، نه با آمریکا، نه با چین، نه با افریقا. خوش بهاش اونا تونستن که امروز مردم خودشون قدر عزت بدن. امروز بعضی نفرها سوال میکنن که برای چی ما تظاهرات تشکیل میکنیم در داخل وطن، در خارج، نه در داخل وطن؟ جواب چنین است: ما مشاهده کردیم چرا گفتیم نفرایی که میخواستن این در داخل کنن امروز اونا کشته و کنج زندانن. به همین خاطر ما خواستیم اول مردم متحد کنیم در بیرون، چون که اساس قوای کاری مردم بیرون تا 3 میلیون در خارج است. رحمان به فضای بلند ما را چکار میکنه؟ اعبار میکنه که ما خوجه داریم. بله ما خوجه داریم، خوجه ما این ناموس ما است. اون اگر که ما زرخریدیم، بله ما زرخریدیم، مداران و خواران مردم تاجیکستانیم.
میگه ما مال ملک میخوایم. بله ما مال ملک میخوایم برای کل مردم کمزات وطن. میگه یا آبرو منصب میخوایم. بله ما منصب میخوایم برای کل هموطنان که مهاجر هستند. آبرو میخوایم برای کل مردم توجیکستان. ما کشور میسازیم که هر یک هموطن ما به استحقاق چند معرفی کند که من توجیکم یا توجیکستانیم. چی در داخل یا خارج از وطن. در آخر من یک پیام میگفتم به هموطنان کنم. هموطنان عزیز مراجعت به شما متحد باشید. به فلسفه حکومت دیگر باور نکنید. پرده ترک بکنید. در چند سال اخیر همه از شکایت شما برای حکومت به اساس میخوان. وقتی مردم میگه پسر مملکت کش حکومت میگه سخن به اساس نداره. مالک نکشیدن گرفتن اساس نداره. ریش متراشیدن اساس نداره. سطر مگرفتن اساس نداره. امروز ما برای حکومت میگیم که دیگر تو به فلسفه و قانون توچ به معنی اساس نداری برای ما. ما در روز اول گفتیم استعفا بده برای آسایشتگی او برادر باز ما را توی زندان کرد. ما گفتیم سیرا نمیگیریم او برادر ما مقصود 6 کار زد. ما گفتیم جنگ نمیخواهیم برادر ما امراض قوت خدرمز فرزنده کوچک به قتل رسوند و فرزنده یکی 6 سال دیگرش 10 ساله به زهر داد. رحمان خودش تروریست است. این حکومت امروز در دست 3-4 احواش بیناموس قاتل است. اگر بازم صدها نفران ما را زندانی کنید کار بزنید بکشید دیگر فایده ندارم. مردم بیدار شید. ما دیگر از رحمان اصلاحات طلب نمیکنیم. هدف ما معلوم است. هدف ما سرنگون کردن تو و انشاءالله سرنگون میکنیم. ما غضب الله بالای تو هستیم. مردم شهر توجیکستان با دعا باشید. قدم‌های ما نزدیک است. در پناه الله باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله.